شکر خدای بزرگ، محمد برومندم و توی این ویدیو میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر تو تایمی که داریم استحاله نیروی جنسی انجام میدیم یا نیروی جنسیمون رو ذخیره میکنیم و داریم به سمت بالا هدایت میکنیم، اگر وسوسه ها به ما حمله کردن چه کارهایی باید انجام بدیم. اول از همه بچه از خدا بزرگ متشکرم، ممنونم، سپاسگزارشم که اجازه داد یک ویدیو دیگه بیام و صحبت کنم در مورد این موضوع. خب توی اولین کار بچه ها قانون 5 ثانیه حالتمون رو تغییر بدیم. یعنی مثلا من توی خونه نشستم و خب شهوت هم میخوام آگاه بشم بهش. این شهوت هم نمیخواد که منو به اصطلاح از دست بده و میخواد مدت‌ها مثلا توی ذهن من بوده و نمیخواد این جایی که داره تو ذهن من رو از دست بده، جایگاهش رو، و این هم به من حمله میکنه در واقع. حالا من باید چی کار بکنم؟ اولین کاری که باید انجام بدیم، باید حالتمون رو عوض کنیم. مثلا اگر نشستیم پاشیم سرپا، اگر توی جمعی هستیم که در مورد این موضوع صحبت کنن، بریم توی خلوت تنهایی از اون جمع فاصله بگیریم، یا اگر تنها هستیم از این تنهاییمون خارج بشیم بریم توی جمعمون. به طور کلی حالت انرژیکیمون رو تغییر بدیم و خیلی مهمه که سریعا این اتفاق بیفته. یعنی من همین که آگاه شدم که الان مثلا افکار وسوسه اومده سراغ من حالتم رو تغییر بدم. اینم بگم بچه‌ها، این همیشه گفتم این یه گرگیه که در واقع شهوت همیشه آماده است که به ما حمله بکنه، ولی تا وقتی که من هوشیارم، تا وقتی که من آگاهم و سریعتر اون تکنیکایی که بلدم رو انجام میدم، این قدرت آنچنانی پیدا نمیکنه. پس به محض اینکه آگاه شدم که این افکار داره اومد توی ذهن من و من سریعا بهش آگاه شدم، سریع بهتره که این تکنیکا رو انجام بدم. مهمترین کار بچه‌ها به نظر من آگاه شدن بهش هستش که حتما تو فایل مدیتیشن کامل توضیح دادم. مدیتیشن و مراقبه رو حتما ببینین بدونین باید چی کار بکنین. یک فکری میاد توی ذهن من، حالا من باید بهش آگاه بشم. اینو میارمش روی کاغذ، از تاریکی ذهنم میارم تو نور قرارش میدم، بهش آگاه میشم، این قدرتش رو از دست میدم. اگر هم انسانی داشتم که توی این مسیر بود، نه دلسوزی، نه قضاوت و نه نصیحت و فلان و اینجور داستان ها داشته باشه نسبت به من میتونم باهاش صحبت بکنم و اینها رو در واقع از درون خودم خارج بکنم. و اگر اون فرد هم کسی باشه که روی خودش کار کرده باشه و تحت تاثیر قرار نگیره، اونم میتونه در واقع انرژی رو رها بکنه. فقط من این انرژی، این وسوسه، این افکار رو از درون خودم تخلیه میکنم و اینجوری بهترین کار آگاه شدن به این فکر هستش در واقع. بعد از یک مدت هم که آگاه شدن رو بهتر حرفه‌ای‌تر یاد میگیریم که اینها یک فکر هست در واقع که اومده و من نیستم، راحت‌تر قدرتش رو از دست میده. تکنیک انتقال انرژی از جسم به ذهن، از ذهن به جسم، یعنی مثلا وقتی که فکر من درگیر شد، من بیام و مثلا برم باشگاه شنا بکنم مثلا، یا نمیدونم برم یک ورزشی انجام بدم، برم طبیعت، این انرژی رو حالتش رو عوض بکنم. یا مثلا بیام مدیتیشن انجام بدم، بیام سکوت ذهن انجام بدم، یا این انرژی که توی بدن من مسلماً داره انرژی بیشتری انباشته میشه، من خودم آگاه باشم که باید این انرژی رو به بهترین نحو تخلیه‌اش بکنم و اینجوری اون حالت انرژی رو دارم تغییر میدم. استفاده از کلمات قطع کننده برای ذهنمون. مثلا توی ذهنمون یک فکری شروع شده، فکر یک مثلا تخیلی، و ما داریم توی یک مثلا میگن یک فرد داره توهم میزنه، اینجا شما تخیل میزنی، داره توی ذهنت خود یک تصویری رو میسازی، یک تجسمی داری در مورد شهوت و فلان و اینا. به محض اینکه آگاه شدی توی یک همچین حالتی قرار گرفتی، با یک جمله قطع کننده خیلی قاطع، مثلا حالا خودم زیاد موافق نیستم ولی مثلا ممکن ما بگیم سکوت کن. مثلا افراد دیده بودم که مثلا گفتن خفه شو به ذهنشون اینجوری، و با یک جمله مثبت، مثلا اینکه الان وقتشه که خود واقعیتو نشون بدی، الان وقتشه که اون قدرتی که داری رو نشون بدی، الان وقتشه که توانایی‌هاتو نشون بدی. یعنی چی؟ یعنی الان به من مثلا شهوت حمله کرده به ذهن من و من دارم توی ذهنم درگیر این داستان هستم، الان وقتشه که اون قدرت خودم رو نشون بدم. حالا باید کارهایی که باید انجام بدم رو که توی همین ویدیو هم میگم، اونها رو باید انجامشون بدیم.
نوشتن این که من چرا دارم این مسیر رو میرم، یعنی مثلا چرا من اومدم توی این مسیر، اینا رو کاغذ می‌نویسیم. چرا من دارم این انرژی رو تو بدنم جمع کنم، هدفم از انجام این کار چیه. یا مثلا یک لیستی رو، یک برگه‌ای رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم و می‌گیم چه فواید داره چه مضراتی داره. اگر الان این کار رو تسلیم بشم مثلا میتونه چطوری باشه، یا اگر تسلیم نشم قوی‌تر میشم، هوشیاریم بالاتر میشه، تو دفعات بعدی قدرت اون شهوت کمتر میشه. ولی اگر تسلیم بشم چی مثلا میشه؟ این ذهنی، حالا کلی داستانایی که میتونه داشته باشه. یکی از تکنیک‌های دیگه دوش آب سرده بچه‌ها. این انرژی که تو بدن ما جمع میشه، خودم احساسم اینه بعضی وقتا بدن احساس داغی میکنه، یا وقتی وسوسه ها میان حتی بدن داغتر میشه. اینها ما با یک دوش آب سرد میتونیم بدنمون رو آرومتر بکنیم یا ذهنمون رو ساکت‌تر بکنیم. اصلا تجربه خودم توی ویدئویی که رفتم توی آب یخ پریدم این بود که وقتی رفتم تو آب سرد اصلا انگار ذهنم برای یک چند ثانیه چند دقیقه بعد خیلی بیشترم شد، ساکت شده بود کلا بچه‌ها. پس دوش آب سرد هم میتونه به ما کمک کنه. قرار نیست هر روز بریم ما مثلا 20 دقیقه نیم ساعت تو همون باشیم. همین که ما بریم تو همون یک آب سرد رو بدنمون بگیریم و هر قسمت مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه کافیه بچه‌ها. هدایت انرژی به چاکرای قلب یا مثلا چرخش انرژی توی بدنمون. ما توی ذهنمون تصور می‌کنیم که انرژی و حالا مثلا خب زیاد راجع به این کلمات صحبت کنم، کندالینی و فعال کردن انرژی ها، چاکرا 1 و 2 و 3 و 4 و اینها، ولی میتونیم اون انرژی رو مثلا تو بدنمون بیاریم بالا یا هدایتش بکنیم. از انگشت هامون تو ویدیو مراقبه توضیح دادم، آگاه بشیم بهش و چرخش انرژی رو توی بدنمون بیاریم، سمت راست بدنمون، سمت چپ بدنمون، سرمون، و بچرخونیم انرژی رو توی بدنمون و اینجوری اون انرژی رو هدایتش بکنیم. یک نکته خیلی مهم بچه‌ها اینه که مثلا ممکنه که 1 هفته 2 هفته اصلا شهوت سراغ ذهن شما نیاد و ذهن شما رو اذیت نکنه. این دلیل بر این نمیشه که من تمریناتم رو انجام ندم و بگم دیگه تموم من همه چیز رو یاد گرفتم. ممکنه اون شهوت داره خودش رو قوی‌تر میکنه و با یک قدرت بیشتری به من حمله کنه. من هر روز که این دوش آب سردم رو داشته باشم، مثلا هر یک روز در میون، یا نمیدونم مدیتیشنم رو داشته باشم، یا مثلا افکار نویسیم رو داشته باشم و یا مطالعه بکنم راجع به این مسائل و خودم رو قوی‌تر بکنم از نظر ذهنی، این باعث میشه که هر روز من هم قوی تر بشم و این قدرت این کمتر بشه. پس خیلی مهمه که اگر حتی مثلا شما چون هر چقدر که این تایم طولانی تر میشه و هی آگاه تر میشی به افکارت، قدرتش رو از دست میدی. ممکن روزهای اول برای شما خیلی سخت تر باشه به نسبت اینکه مثلا بعد از اینکه مثلا 1 سال خورده شما این کار داری انجام میدی، دیگه اون انقدر شما رو ذهن شما رو اذیت نمیکنه و اون دغدغه و مسائلی که اولش داری رو دیگه توی اون مدت‌ها نداری. پس خیلی مهمه که من همیشه این روی این مسائل کار کنم تا همیشه ذهنی آماده باشم. خب اگر بچه‌ها بتونیم افرادی وقتی که مثلا ما توی این مسیر باشیم و مطالعه بکنیم، کتاب بخونیم، یا مثلا بریم یه پکیجی رو تهیه کنیم، روی خودمون زمان بذاریم و همین که توی این مسیر باشیم، افرادی هم جذب ما میشن که اونم توی این مسیر. ما اگر افرادی رو داشته باشیم که اونها هم توی این مسیر هستن، خیلی خیلی میتونه به ماها کمک بکنه. پس دوستانی پیدا کنیم که توی این مسیر هستن و با اونها صحبت بکنیم و آگاه باشیم. خیلی مهمه بچه‌ها، نظر شخصی منه. حالا در کل که بعد این احساسا از بین میره، ولی اولش اگر مثلا آقا هستیم با یک آقا صحبت بکنیم و اگر خانم هستیم با یک خانم صحبت بکنیم که شهوت باز از اون طریق هم وارد نشه، به مثلا بهانه‌های مختلف ممکنه وارد بشه تو بدن ما. پس تا اینجای ویدیو بچه‌ها باید بدونیم که وسوسه ها میان و میرن. خب مهم اینه که من چطوری با این وسوسه ها برخورد میکنم، رفتار میکنم، من چه نوع نگاهی دارم، من چقدر قوی برخورد میکنم، من چقدر هدفم برام مهمه. یکی از کارهایی که بچه‌ها میتونیم انجام بدیم و خیلی خیلی مهمه اینه که از خدای خودمون کمک بگیریم. یا مثلا وقتی وسوسه میاد سراغمون، میتونیم از یک سری از کلماتی که مثلا از خودم مثلا میگم یا نور یا پاک، مثلا اینجوری. حالا شما هر کلمه‌ای که برای شما قدرتمندتره از اون خدای درونی خودتون، هر خدایی که قبول دارین بچه‌ها مهم نیست، ولی از اون خدای کمک بگیرین و بخواین که کمک کنه بهتون. قطعا یک نیروی برتری وجود داره، یک
کائناتی وجود داره، یک انرژی وجود داره، هر اسمی که شما روش میذارین، که داره هدایت میکنه این جهان هستی و این جهان هستی بر پای نظم هستش و قطعا یه خالقی داره. حالا ما از اون خالق در واقع، از اون پروردگار، از اون خدا، حالا مثلا میگم یکی از بچه‌ها هستش مثلا هر وقت من پست میزنم مثلا میگه یا مسیح و فلان و اینجور داستانا، هر خدایی که شما قبول داری ازش، هر شخصی که کمک میگیری ازش، از اون هم کمک بگیر که کمکت بکنه. وقتی این وسوسه میاد در واقع انگار من خودم مثلا با اون خدای درون خودم مثلا صحبت میکنم، مثلا میگم خدا کمکم کن اینجوری، و من میدونم که قدرت آنچنانی ندارم در برابر این داستانا، چون خیلی از کارهای خودم رو اصلا میگم که خدا میاد کمکم میکنه و انگار با اون خدای درون خودم که رفیق میشم، وقتی بهش میگم این کار رو برام انجام بده واقعا انجام میده و خیلی میتونیم کمک بگیریم ازش و این خیلی میتونه مهم باشه. مرسی از اینکه به این صحبت ها گوش دادین. با قلبم دوستتون دارم.